سلام دوستان گلم، روز هستم. قصد دارم در اینجا زبان محاوره فارسی رو به انگلیسی آموزش بدم. اولین گام در یادگیری زبان خوشوبش و احوالپرسی روزمره است که به انگلیسی میشه greeting. احوالپرسی در زبان انگلیسی با کلمه hello و های و یا good morning به معنای صبح بخیر، good afternoon به معنای عصر بخیر شروع میشه. برای مثال hello روز، سلام روز، hello پری، سلام پری. بعد از سلام احوالپرسی رو داریم که از ساختار how is و how are استفاده میشه. how is برای مفرد، how are برای جمع. برای مثال how is your mother برای اسامی مفرد. برای اسامی جمع how are your sons پسرانتون چطورن؟ و یا در کل how is your family خانوادتون چطورن؟ در احوالپرسی ما میتونیم حال مادر حال پدر، فادر حال برادر، برادر و یا خواهر، سیستر و یا حتی از اسامی خاص مثل علی و پری استفاده کنیم. و یا از kلماتی مثل باس رئیس، کالیگ همکار، پارتنر شریک، فیانسه نامزد، مادر این لا مادرزن یا مادر شوهر و فرند به معنای دوست استفاده کنیم. در جواب how are you ما میتونیم بگیم I'm fine, thank you and you خوبم، متشکرم و شما و در جواب میگیم I'm not bad, thanks. در جواب احوالپرسی برای افراد دیگه اگر مذکر باشه میگیم he's fine و اگر مؤنث باشه میگیم she's fine. یا برای فرزند خانواده میگیم how is your family در جواب میگیم they are all fine. ادامه در کلیپ بعدی.